از ملنگ به محمد حسین، از ملنگ به محمد حسین. محمد حسین بگوشم. سوژه رویت شد، سوژه رویت شد. به خدا خودش ما میریم وردش. خون سردیتون رو حفظ کنید با آرامش، با آرامش. من زنده میخوام، شلیک نکنید بهش، تکه تکه نکنید، شیم شیم نکنید. چشم قربان، چشم قربان، چشم. از ملنگ به همه واحدا، از ملنگ به همه واحدا عملیات شروع میکنیم، عملیات شروع میکنیم. حرکت کن آقا، حرکت کن بردش. نگذاری فرار کنه که جواب محمد حسین من نمیتونم بدم. نه قربان حواسم هست. حواست ده. بگیرم که تکار کنم. اسلحه. چسب زدی خون سوخته، مثلا اومدی ماموریت. یا پایین خونه سوخته، یا پایین، بیا پایین میگم، بیا پایین. بیشور 3 ماه ما داریم کار اطلاعاتی میکنیم ببینیم این آشغالا رو کی میاره میریزه تو خیابون. بزنم مغزتو پاش کنم ها، یا میری آشغالا رو میلیسی برمیداری میاری میکنی تو دهنت ها. آقا محمد حسین غلط کرد. دفعه بعد تکرار شد من و این ماشین با هم بتره کن. خوبه؟ بیایید این کثیف وردارین ببرین تحویل KMX بدین. برو گم ببرینش. عزیزان کمترین کاری که به شما میتونه انجام بده اینه که با نریختن زباله بتونه شهر تمیز و سالم و دلنشین داشته باشه. وقتی شما زباله میریزه در شهر چیز میشه، 2 تا عمل انجام میشه. 1 چهره شهر نازیبا و خیلی زشت میشه. 2 اینه که کار پاکبانه به شما چیز 2 برابر میشه. بله، پس برای داشتن شهر زیبا و تر و تمیز نیازه که فرد به شما تلاش کنه. ما افراد خاطی را زیر نظر داره.